سلام دوستان، خوش اومدید به این آموزش. تو این ویدیو میخوام مرحله به مرحله بهتون یاد بدم چطور چت جی پی تی، لئوناردو و پیکسلورس رو نصب کنید و در آخر یاد میگیریم چطوری با همین ابزارها یک ویدیو حرفه‌ای هوش مصنوعی بسازیم. پس اگر آماده اید بریم سراغ آموزش. قسمت اول، راه اندازی چت جی پی تی. برای شروع باید چت جی پی تی رو از گوگل پلیر دانلود کنید. بعد روی گزینه سینگ آپ میزنید و شماره ایمیل را از حساب گوگل وارد کنید. بعد از ورود میتوانید از چت جی پی تی برای نوشتن پرامپت استفاده کنید. پرامپت میتونید یک متن به چت جی پی تی بدید و بگویید برام یک پرامپت آماده کن، مثلا یک خرگوش بازیگوش بگید. قسمت دوم، نصب و ورود به لئوناردو آی. حالا میریم سراغ لئوناردو. لئوناردو را هم از گوگل پلیر میتونید دانلود کنید و روی سینگ آپ میزنید و ایمیل خود را وارد میکنید. کافی روی این گزینه کلیک کنید، یک پرامپت ساده بنویسید و یک کاراکتر دختر پسر یا نورپردازی و سبک واقعی بنویسید. اولش یک عکس انتخاب کنید از گالری. میتونید یک عکس هم از گالری انتخاب کنید، ولی خب یک پرامپت ساده بنویسید و روی این گزینه کلیک کنید. قسمت سوم، ورود و استفاده از پیکسلورس. حالا میریم سراغ پیکسلورس، جایی که تصویر ساخته شده تبدیل میشه به یک ویدیو واقعی. پیکسلورس را هم از گوگل پلیر دانلود کنید و جیمیل خود را وارد کنید تا بتونید ثبت نام کنید در پیکسلورس. وقتی وارد شدید روی این گزینه کلیک کنید و عکسی که ساخته شده است را از گالری انتخاب کنید و به لئوناردو بدید. عکسی که با لئوناردو ساختید را به پیکسلورس بدید و یک پرامپت هم از چت جی پی تی برای ساختن عکس مورد نظرتون انتخاب کنید، مثلا یک پرامپت برای خرگوش بازیگوش برای پیکسلورس. قسمت چهارم، اضافه کردن صدا و تولید ویدیو. برای اینکه شخصیت شما صحبت کند دو راه دارید: یک، صدا خودتان را آپلود کنید و دو، یک متن بنویسید و پیکسلورس با صدای هوش مصنوعی براتان بخونه. میتونید پیکسل بای را هم نصب کنید. در اون صداهای مختلفی وجود داره که میتونید ازشون خیلی راحت استفاده کنید. خب دوستان، این هم از آموزش کامل نصب چت جی پی تی، ساخت تصویر در لئوناردو و تبدیل آن به ویدیو در پیکسلورس. اگر این آموزش براتون مفید بود لطفا لایک کنید و کانال را سابسکرایب کنید تا آموزش‌های بیشتر را از دنیای هوش مصنوعی براتون بسازیم.